سلام. ای خدا چی بگم آخه، این روزا دل موشکاف خیلی پره. وقتی یه مشت دزد از خدا بیخبر خیمه میزنن رو زندگی مردم، اون وقت کمترین نتیجهش چیه؟ اینه. تقریبا یه 10 سالی هست که کشور ما با موضوع گرد و غبار و ریزگردها مواجه میشه و استانهای مختلف کشورمون رو تحت تاثیر قرار میده، به ویژه خوزستان عزیز، همینطور در بعضی نقاط سیستان، در بعضی زمانها حدود 23 استان رو گرد و غبار تحت تاثیر قرار داده. اینم از رئیس گروگانگیر محیط زیست تو نظام ولایت. یکی نیست بهش بگه اگه خوزستان عزیزه چرا پا نمیشی یه توکه پا بری یه کم خاک بریزی تو حلقت؟ اگه خوزستان عزیزه تو باقی خرمورای نظام چه غلطی برای مردمش کردی؟ اصلا علت این مصیبت ریزگردا چیه تو خاک ما؟ این پدیده از همان ابتدا و در اواسط دهه 80 ریزگرد عراقی و گاهی ریزگرد عربی نام گرفت و انگشت اتهام در داخل کشور همواره متوجه همسایه غربی و دیگر کشورهای عربی منطقه بود. حالا بازم خوبه این یکی رو نگفتن کار عوامل استکبار و مجاهدین و دشمنان قسم خورده نظامه. برد دجالگری آخوندا در زمینه ریزگرد تا عراق و کشورهای عربی بیشتر نرفته. اما حالا جالب اینجاست که تق همین خالی بندی هم در اومده و قضیه به قدری بیخ پیدا کرده خودشون یکی یکی دارن علت اصلی این فاجعه رو لو میدن. در سطح فقط خود استان خوزستان حدود 350,000 هکتار اراضی رها شده یا زمین‌های کشاورزی رها شده یا مراتع یا به هر حال تالاب‌هایی که الان آسیب دیده وجود داره که اینها نیازمند مدیریت کلانه، مدیریتیه که بخش‌های مختلف دولت هم درگیره. اصلا سازمان حفاظت محیط زیست به تنهایی مسئولیت نداره تو این زمینه. بازم طبق معمول تا قضیه بحرانی شد همشون رفتن تو فاز کی بود من نبودم. موقع بخور که میشه همشون مسئولیت دارن، اما به اینجا که میرسه هیچ کس مسئولیت نداره. یکی نیست از این ابتکار الملوک بپرسه کی به مراتع آسیب زده، طالابا رو کی داغون کرده؟ عمه بنده راستی قضیه هورالعظیم چیه؟ طالاب هورالعظیم که متاسفانه در این سالهای اخیر طالاب هورالعظیم خشک شده بود به دلیل فعالیت‌های نفتی که اونجا صورت می‌گرفت. چرا بقیه‌شو نمیگی؟ کی اونجا فعالیت‌های نفتی کرده؟ نعمت نفتی یا فتنه‌گرا؟ چرا از پاسدارا نمیگی که خرطومشون رو فرو کردن تو همه جا و همینطوری دارن نفت میکشن بالا؟ انتقال آب عمدتاً از سرشاخه‌ها به استانهای فلات مرکزی که متاسفانه تونل‌های کوهرنگ 1 و 2 و 3 و 4 و بحث بهشت آباد و بحث اون طرح‌های دیگری که به هر حال گلاب 2 و امثال اینها که هستش، همه اینها در حقیقت سبب شده که فضای مرطوب و جلگه خوزستان به نیمه خشک یا خشک تبدیل بشه. به هر حال واقعا خوزستان با یک فاجعه انسانی، با یک فاجعه اقتصادی، با یک فاجعه زیست محیطی به تمام معنا روبرو بود. بله، این خود آخوندان که لب به اعتراف باز کردن و اینجوری دارن از فاجعه انسانی و اقتصادی و زیست محیطی میگن. بله، تا وقتی این نظام لعنتی زیر خاک نره گرد و خاک و ریزگرد و همه این مصیبت ها ادامه داره. باید اول ولی فقیه و خاک بر سر کرد تا بعد هوا بازم هوا بشه. دم هموطنای اهوازی گرم که این روزا ساکت ننشستن و هر جا میرسن فریادشون بلنده که این خاک بر سر ماست، خامنه‌ای رهبر ماست. رأسای داغ و شفاف با آقای موشکار، با آقای موشکار.